میبرم دریاچه. هر خدمت نترسین، هر خدمت دگان مددتوزی نکنین. همه ما و شما خدمت کردیم، ما رو تا یک روز خدمت کردیم در وطن و برای وطن. پدر و مادرای عزیز احترامانه خواهش با خدمت حربی با خواهش خودش شکرانه صلح و وحدت میکنیم. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам тансиҳату хонобод ҳастен. имрӯз ҳузур дорем мо дар ноҳияи фархор. чӣ хеле ки бибинед дар комиссариати ҳарбии ноҳияи фархор қарор дорем. бо хоҳиши худ имрӯз хизмати модар ватан аз ноҳияи фархор зиёда аз 245 нафар ҷавонон дар сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз хизмати модар ватан мекунанд. дӯстони азиз, айни ҳол мебинед тамоми падарон, модарон, اون نفرانی که امروز فرزندای خود را برای حفظ حمایت وطن راهی میکنند امروز اومدن که روز خوشحالی فرزندا را ببینن که اولین روز خشون در خدمت مادر وطن میشود. بیا ای هموطن تا جان فدا این وطن باشیم. بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم. با جان آماده ای هر مودای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادر هاست. همه فرزندهایی با وفای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادر هاست. همه فرزندهایی با وفای این وطن باشیم. دوستان عزیز، الحمدلله در کمانداتورای حربی ناحیه فرخار قرار داریم. چه خیلی میبینین اولین دگی ما را ماندن ان شاء الله با یک دگی دیگه. امروز 245 سربازی که اولین روزشون در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان است ان شاء الله که آش دوستی را میخرن. امروز همه سرجم یک جا میشن خدمت مادر وطن میکنن. دوستان عزیز، باور کنین به نهایت امروز خوشحال هستیم که شکر اعظم میکنیم وطن تنج و آباد داریم، محافظگرای خوب داریم. شکرانه تنجی و امانی وطن، شکرانه جناب عالی، شکرانه اون نفرانی که امروز خدمت وطن عزیز کردن. امروز ما تنجی و امانی وطن در ساخت سلامت گشتیم. فرزندای ما هم همچنین. با هر یک جوانمردی وطن گفتنیم که ان شاء الله که این وطن حتما باید ما نگاه کنیم، بیگانه پروای وطنمون نداره.
انا دوستان عزیز اکا پور کارش کردم میگه السلام علیکم اکا جان سازی خوبی اکا دو میکنم که آش شروع بیا که امروز بدونید چی قدر نفر انتظار آش شما چند کیلو را داخته سین اکا جان شو اینجا 25 کیلو یک 25 کیلو دیگه روز می‌دیم دو دیگه گوشت امروز دو دیگه آش میکنیم بله خود دیگرش میارن ان شاء الله بله روز دیگرش میمونن ان شاء الله همه نوعیه فرخور امروز با پا خیسگیان که باید استوار باشن در روز شیر بچه‌ها به خدمت مادر رفتن شما در برای کار که موفق باشید خوب اکا گریفته دستی هم از یک گیره با سر برون آره وطن از ماست ما نیز از برای این وطن باشه گریفته دستی هم از یک گیره با سر برون آره وطن از ماست ما نیز از برای این وطن باشه چونان باید وطن خواهی چونان باید وطن داری چونان باید وطن خواهی چونان باید وطن داری وطن از ما ریزا ما هم ریزای این وطن باشه وطن از ما ریزا ما هم ریزای این وطن باشه دوستان عزیز انشاءالله امروز بابا پیر کار بین جوان مردایی که امروز خدمت مادر وطن میکنن یک دعای نیک شما تا که انشاءالله کارشون برار میگیره و خدمت با سری بلند انشاءالله ادا میکنن سلام علیکم بابا جان خوبی تنجی بخیرم بشوخی دانو جان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خیریت سفرتون خداوند سفرتون کنه به خطر حضرت خدای خضر خداوند بکنه در برتون همه طاق سلامت خدمت کنیم با پیش پدر مادراتون با اهل خیش سوارتون با برگشتن با وطن بیاین از خدمت نترسین از خدمت دگل مدد چیزی نکنین همه ما و شما خدمت کردیم ما ریشای اقلاش خدمت کردیم در وطن و برای وطن خدا فتحای زمینی عثمانی نگه داره خدا کماندرایی که در همین تریتوری فرخوره در تمام جای خدای و فتحای نگه داره سوق رفتین سلامت بدت پر بلوم سر دستا بین امید و رب العالمین سلامت باشه الله برکتون تیا چنه بابا جان سلامت باشه
سرودی صد هزارانه پرندگان میخوانم سرودی صد هزاران پدر و مادرای عزیز احترامانه خواهش دوستان عزیز، امروز اینا پدر عزیز انشاءالله که سخن خیچه برای فرزنده و برای نفرانی که خدمت مادر وطن میکنن ابراز میداره. سلام علیکم اکا جان. و علیکم السلام. زاده کجا هستی؟ زاده نویای فرخور چی کردامان. چند فرزند دو نظرов. ما این فرزند یگانه خدمت با خدمتی حربی با خواهش خودش شکرانه صلح و وحدت میکنیم، شکرانه استقلالیت میکنیم، شکرانه جناب عالی میکنیم که ما هم وطن عزیز مهربان خود با سربلندانه حمایت کنیم. فرزندان. این چند فرزند هست؟ این دیم شهر. دیم فرزند رای کردیم. برای ما فرصت استفاده برده بچه‌ای که در فدراسیون رفتن کار مهنت کرده گشتن دوی سلام کلام. این مینا سن پترزبورگ بچه‌ها همتون دا سلام. اینا بچه‌ها را رای کردیم وطن تینجای اینا سوخ سلامت کار کنن با سری بلند با کیسه پر با وطن خود برگردین اکا. اکای رحیم شما در رحمت. سلامت باشید اکا. همه وقت چرا دستگیری میکنیم، تماشا میکنیم، آشتا خوردیم، چیودا کهودا گشتیم، همه جا گشتیم تماشا میکنیم. با اصول
دیلمون با کشود میشه در غریبی میفهمی چی گپه که بله. اینجا هیچ نه در غریبی هر یک سخنی را هر یک چیوشا آدم باید قدر کنه که انشالله امروز اینمی خودش دینجی و خودمون افغانی وطن خدا. که نگاه کنین چقدر رقص و بازی سلطات ها دارن همه با خواهش خود الحمدلله خدا نگهبان اکا جان شما را میگم امیدوارم که با سر بلند خدمت بکنم موفقیت کلام بچه‌ها سلامت باشید. همتون را سلام خدا ناکرد اگر باد خزانه میوزد سویش خدا ناکرد اگر باد خزانه میوزد سویش مددگار و شفا بخش و دوای این وطن باشه مددگار و شفا بخش